گاهی اوقات باید رها کنی و فقط نظاره‌گر باشی. اینکه نخوای همه چیز رو درست کنی بدون هیچ فکر کردنی، بدون هیچ اقدامی، یه گوشه بنشینی و فقط نگاه کنی. شاید این بار اتفاقات بهتری برات بیفته. ولیکن متاسفانه این من خودخواه، این من میتوانم، این منی که میخواد همه چیز رو تو دست خودش بگیره، بهت این اجازه رو نمیده که تو بخوای فقط نظاره‌گر باشی، چون میخواد همه چیز رو کنترل کنه و همه چیز رو به نظرش میخواد به بهترین شکل انجام بده. باید تمرین کرد، سکوت کرد، گوشه‌ای نشست و فقط نظاره‌گر بود.